اون بخش بله اون بخش اون چراغا لاج آقا محبت کنید بزنید. چراغا کجاست من روشن کنم؟ اون قسمت شمالی جان این در اصلیش اینه ها دوستان. بذارید من یه لحظه بیستم که تا بقیه هم بیان. در اصلی دیوانخانه اینجاست. این رو هم عنایت بکنید تا تو قسمت شمالی این مجموعه معروف به دارالشفا کاملا مشهوده، یعنی اونجا همچنان شکل اصلیش رو حفظ کرده بوده در سال 35. چون عرض کردم قبلا براتون زمانی که دولتخانه رو داشتن طراحی می‌کردن به اصطلاح خیابان‌های متقاطعی رو به شکل جدول طراحی کردن، همه یک اندازه، و هر بخش، هر باکس در واقع از این مربع‌ها رو به یک فرد، به یک عالم، به یک سردار، به یک شاهزاده واگذار کردن و گفتن که باید اینجا رو به لحاظ فضای سبز، عمارت پوشش بدید و این اتفاق افتاده. تا سال 36-37
شاید حتی اوایل دهه 40 رد این اسلوب معماری صفوی همچنان باقی بود. یعنی واقعا میتونستن در همون سالها با مبلغ بسیار ناچیزی اون بخش رو بخرن و فریز کنن، حفظ بکنن که نوع معماری دوره صفوی و فضاسازی برای پروژه های شهری رو آشکار بکنه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اونجا هم از دست رفت. عرض کردم در این دوره گذار از پس از انتقال پایتخت آرام آرام یک سری از خاندان‌های برجسته آمدند و استقرار پیدا کردند در این مجموعه. یکی از این خاندان‌ها خاندان بسیار مهم و تأثیرگذار آسیای جوادی است. بی تردید مهمترین خاندان علمی قزوین در 450 تا 500 سال گذشته که هنوز هم ادامه داره خاندان آسیای جوادی است. فرزند مرحوم میر نورالدین که میر اولیاست، میر صفی الدین که میر اولیاست، میر نورالدین پدر میر صفی الدینه. از تبریز با خاندانشون به قزوین انتقال پیدا میکنن، هجرت میکنن و در قزوین استقرار پیدا میکنن. یک خاندان مهمن به لحاظ تأثیر علمی که بر ایران گذاشتن. ببینید ما وقتی توی تاریخ یه قدری باید به قول معروف نازک بشیم و دقت بکنیم. وقتی یه عبارت کلی به کار می‌بریم میگیم قزوین دوره صفوی، این فاقد اون روشنی لازمه. کدوم دوره صفوی؟ دوره شاه اسماعیل با شاه طهماسب فرق میکنه. دوره خود شاه طهماسب دوره اولش با دوره دومش فرق میکنه. دوره شاه اسماعیل دوم اصلا اون دوره یک ساله یک دوره بسیار متفاوته. این که میگم متفاوت یعنی تأثیرهای فرهنگی داره، تأثیرهای اجتماعی داره، تأثیرهای معمارانه و شهرسازی داره. خیلی تحول سریع اتفاق میافتاده و از این جهت باید درنگ کرد و در دوره بندی خیلی دقت به خرج داد. الان خب مثلا خیلی کلی میگن قزوین در دوره صفوی یا اصفهان دوره صفوی. هر کدوم اینها دهه‌های متفاوتی دارن. در دوره طهماسبی، دوره اول طهماسبی دوره غلبه جریان تصوف سلسله صفویه است که با همه سلسله های دیگه در آداب و سلوک متفاوت. دوره دوم طهماسبی دوره است که دعوت میکنه از فقهای شیعه در جاهای مختلف. یکیش همین خاندان حاسد جوادی
دعوت میکنه که به قزوین بیاد. یه عده‌ای از لبنان میان، یه عده‌ای از بحرین میان، یه عده‌ای از اصفهان میان، یه عده‌ای از شیراز میان و اینجا شهر قزوین تبدیل میشه به یک دانشگاه بزرگ برای طرح مباحث علمی در حوزه‌های مختلف. یکی از تخصص‌هایی که همین خاندان سید جوادی تو مباحث علمی داشتن ریاضیات. یکی از تخصص‌هاشون هیئت، نجوم، فیزیک و ستاره شناسیه. و این مختص این خاندان نبوده. خاندان دشتکی، خاندان دوانی از شیراز پا میشن میان و اونها هم مکتب فلسفی خاص خودشون رو دارن. مباحث علوم پایه‌شون تقریباً میشه گفتش که شاید مبانیش متفاوت هست با اونچه که مثلا در بین میر ابراهیما و فرزندانش وجود داشته. قزوین میشه کانون مباحثات نظری، فلسفی، فقهی، حدیثی و اون چی که حالا علوم در اون دوره تلقی می شده. اما یه اتفاقی میفته. آرام آرام قدرت فقها بیشتر میشه و تصور میکنن که این دانشمندان علوم دیگه که برخی از اینها فقیه هم بودن، یعنی هیچ مباینتی بین ریاضیدان بودن و فقیه بودن وجود نداشته. آستالیاهای قاضی استادای ریاضیات دانشگاه بغداد میرفتن سوالات غامض و پیچیده ریاضیات از آستالیاهای قاضی میپرسیدن. یک فقیه و عارف بسیار برجسته. اما اونهایی که فقط فقیه بودن احساس میکنن که این علوم دیگه اولا اسلامی نیست و جای اینا رو تنگ کرده. آرام هی خودشون رو گسترش میدن، هم خودشون رو گسترش میدن، هم حوزهشون رو گسترش میدن. به طور مشخص هم با دو جریان به شدت مخالفت میکنن از یه مقطعی. نخست با فلاسفه در میفتن و میگن اصلا فلسفه علم یونانیه، علم اسلامی نیست، باید محو بشه و سختگیری هایی که برای فلاسفه صورت میگیره تقریبا پایش در اینجا گذاشته میشه، در اصفهان به اوج میرسه که مثلا تبعید ملا صدرا و تعطیل حوزه‌های درسی فلسفی و فلسفه میره تو پستو. وقتی فلسفه میره تو پستو، علوم وابسته به فلسفه، منطق، ریاضیات جدید، طبیعتاً ریاضیات، اینا همه محو میشه. محو نه اینکه مطلقاً از بین میرن، ولی اجازه تدریس رسمی پیدا نمیکنه. همه علم خلاصه میشه در فقه و علوم وابسته‌اش. حتی آرام آرام قصه تفسیر هم زیر سوال می‌بریم. ما چی کاره این بخوایم کتاب خدا رو تفسیر بکنیم؟ فقط حدیث. یک جریان اخباریگری قدرت پیدا میکنه و اون دانش‌های دیگر رو کنار میزنه.
جریان دیگری که اینا میخوان حذفش بکنن اونجا جنبه سیاسی داشته، تصوف. قزلباش ها که مدعی بودن ما صوفیان صافی ضمیری هستیم، چون در ارکان قدرت راه پیدا کردن، شاه برمیدارن، شاهزاده میارن و در چیدمان قدرت نقش ایفا میکنن، اینها هم باید حذف بشن. بهانه این کار رو در اینجا اختلاف بین سران قزلباش تو دو مرحله، یه مرحله جانشینی شاه طهماسب، یه مرحله به قدرت رسیدن شاه عباس رقم میزنه و اصلا شاه عباس میگه قزلباش ها رو باید کلن از بین ببرم، یه نیروی نظامی تازه ایجاد بکنم به نام شاهی سون یا شاه سون یا شاه سوبن، حالا با لهجه های مختلف که به کار میبرن. این پروژه که انجام میشه، پروژه محو فلسفه هم سرعت پیدا میکنه و اینجا نقش خاندان آسد جوادی برجسته میشه. پایتختی از قزوین انتقال پیدا میکنه به اصفهان، طبیعتاً یه سری از علمای برجسته اون دوران رو میبرن به اصفهان. مثلا میرداماد که متولد قزوین هست، اصالتش اهل استراباد و گرگان هست، در قزوین به دنیا آمده، این منتقل میشه به اصفهان. میر فندرسکی میره اصفهان، شیخ بهایی میره اصفهان. اینا همه در مدرسه فلسفی و حکمی قزوین به این جایگاه رسیدن. منصور دشتکی، دوانی، همه اینها باقی مونده هاشون منتقل میشن به اصفهان و خاندان میر فصیح الدین تبریزی که با پدرش میر اولیا آمده بودن، اینها در قزوین اقامت میکنن، نمیرن اصفهان. اینجا فرصت پیدا میکنن که اون راه فلسفی ملا صدرا رو استمرار بدن. یعنی اگر عالمان خاندان حاسد جوادی نبودن، مدرسه فلسفی ملا صدرا مطلقاً از بین رفته بود. چون فلسفه دانشی است که باید رو در رو و چهره به چهره مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. حدیث نیست که بگم مثلا قال فلان ان فلان ان فلان ان فلان، یه سلسله معنعنی رو به کار ببرن و بعد یه حدیثی رو نقل بکنن. فلسفه روش اندیشیدن، راه اندیشیدن رو با منطق انجام میده و بین منطق و ریاضیات جدید یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره. گزاره های منطقی دقیقاً قابل صدقن در ریاضیات جدید و اصلا الان متدولوژی مبتنی است بر ریاضیات جدید. این مکتب رو در قزوین فرزندان میر اولیا در حقیقت انجام میدن. میر محمد معصوم که استاد ریاضیات و فلسفه بوده، مکتب میر فندرسکی، شیخ بهایی، میر داماد رو دیده در ریاضیات و منطق
از استادان بسیار برجسته است. فرزند او که اعلی جد این خاندان هست میر محمد ابراهیمه که ایشون هم علاوه بر فقه و حدیث و علوم غریبه در منطق، فلسفه، حکمت و دانش‌های متداول اون روزگار جزء برجسته ترین عالمان ایران به شمار می اومده. شاگردای زیادی رو تربیت میکنه. میر محمد ابراهیم که معروف میشه به میر ابراهیما و این الف رو در دوره صفوی ما داریم. به صائب میگفتن صائبا، به میرزا رفیع واعظ قزوینی میگفتن رفیعا یا رفیعای نائینی در اصفهان. الفی رو به آخر اسمها برای تکریم اضافه میکردن. به میر محمد ابراهیم هم گفته میشه میر ابراهیما. این میر محمد ابراهیم 5 تا فرزند داره که 5 تاشون هم از علمای بسیار مهم و تأثیرگذارن. اولین فرزندش میر محمد مهدیه که فقیه، متکلم، مفسر و مجتهد بسیار برجسته است که زمانی که افغانی ها نه حالا اون زمان اینم باید بگیم افغانستان جزئی از ایران بوده و میر محمد مهدی است که بر اثر فتوای ایشان در دیالآباد نزدیک تاکستان مردم قزوین جمع میشن، جنگ میکنن و افغانی ها رو شکست میدن. فرزند دیگر میر ابراهیما آمیر سید علیه که ایشون هم آثار حکمی، کلامی، تفسیری و فقهی بسیار برجسته‌ای داره و در اون دوره از ایران هجرت میکنه به عراق، از اونجا میره هند. همین خاندان حاصل جوادی یک شعبه در هند دارن. اون زمان خب میدونید هند جایی بوده که به ایرانی ها هم راه و پناه میدادن، هم ثروت میبخشیدن. بسیاری از شاعران ایران رفتن، بسیاری از به اصطلاح خوشنویسان و هنرمندان رفتن و بسیاری از عالمان دینی. یکی از اونا میر سید علی است. فرزند دیگر میر ابراهیما میر سید احمد قزوینی است که در قزوین باقی میمونه و چون مجتهد طراز اول در سطح جهان بوده، جهان تشیع اون روزگار که خیلی هم گسترده بوده، جزء کسانی است که نادرشاه دعوت میکنه در اون شورای مجتهدان دشت مغان برن اونجا و انتقال سلطنت از صفویه به افشاریه رو مصوب بکنن. آمیر سید احمد. پس 3 تا فرزندش رو تا الان گفتیم: میر محمد مهدی، میر سید علی و میر سید احمد. 2 فرزند دیگه داره که بسیار مهمن. میر سید حسن معروف به میر حسنا و میر سید حسین معروف به میر حسینا. میر سید حسن و میر سید حسین هر دو از دانشوران برجسته‌ای هستند که اون مکتب فلسفی ملا صدرا رو انتقال میدن به ملا علی نوری و ملا علی نوری استاد
حاج ملا هادی سبزواری است و این سلسله تداوم پیدا میکنه. یعنی اگر این که میگیم میر حسنا و میر حسینا نبودن، فلسفه صدرا تعطیل شده بود و رشته‌اش قطع شده بود، یک عبارت دقیق و روشنی است که اهمیت این خاندان رو آشکار می‌کنه. میر حسینا آرامگاهش کجاست؟ سلامگاه رو که میرید به سمت شهزاده حسین، سمت چپ شما 2 آرامگاه خانوادگی است. اولی متعلق به خاندان شفاعی است که خونه‌شون یه قدری بالاتر از اینجا بوده و معروف هستن به دارالشفاعی و شفاعی. بعدیش آرامگاه میر حسینا و خاندان آسیدجوادی است. این میر حسینا 3 فرزند داشته. اولینش یه دختری داشته به نام فاطمه بیگم. این فاطمه بیگم مجتهد بوده، محدث بوده، فقیه بوده و در علم کلام و منطق هم از سرآمدان روزگارش بود. فرزند دیگرش سید عبدالجواده که اعلی جد خاندان آسیدجوادی قزوین به شمار میاد. ایشون از مجتهدین بسیار برجسته است. داماد سید محمد مجاهده، صاحب فتوای جهاد معروف در جنگ‌های ایران و روس. و همین سید عبدالجواد به اتفاق پدر خانمش که سید محمد مجاهد هست در جنگ‌های ایران و روس شرکت میکنن، میرن در جبهه‌های شمال آذربایجان اونجا حضور دارن و شخصیتی است که بسیار برجسته است. از فرزندان ایشون، از نوه‌هاش، سید مهدی که آقای آستمی رو فرمودن، سید مهدی است که ملقب به سید ضیاء آسیدجوادی است، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای ملی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی، یار نزدیک زنده یاد دکتر محمد مصدق و از اون چهره‌های نام ناشناخته یا کمتر شناخته شده این سرزمین. شیرمردی است در نوع خودش، در روزگار خودش. من یه چند تا عکس در منزل مرحوم آقای مطهری دیدم. آقای طالقانی نشسته، آقای مطهری نشسته، مرحوم بازرگان، مرحوم صحابی، همه نشستن رو زمین. آقای آسیدجوادی نشسته روی منبر، روی یه صندلی، داره برای اینها صحبت میکنه و از چهره اینها محو شدن در کلام آقا سید ضیا کاملا آشکار. متاسفانه ایشون سال 42 در فروردین سال 42 از دنیا رفتن و تو جوانی هم 52 ساله بودن. جای افسوس داره. یه فرزند دیگری میر حسینا داشته به نام سید جعفر که ایشون هم از علما و فقهای بسیار بزرگ و برجسته است. صاحب رسائل متعدد در ریاضیات و علوم غریبه هم هست. پسرش سید حسین مجتهد خیابانی است که
حسینی خیابانی تو خیابان سپه بسیار معروفه. فرزند آسید جعفره و اون شعبه هم به اصطلاح علمای برجسته زیادی رو تربیت کرده. خوشبختانه آرامگاه آسید جوادی‌ها که دو بخش هست، یه بخشش ضلع جنوبی شهزاده حسین از در جنوبی شهزاده حسین که در میاد سمت راست، میر فصیح، میر اولیا، میر ابراهیما، میر محمد مهدی اونجا دفنن. میر حسینا در این آرامگاه اول سلامگاه و همه خاندان آسید جوادی در اونجا. دکتر احمد صدر آسید جوادی، مرحوم علی اصغر صدر آسید جوادی، دکتر سید حسن صدر سردبیر روزنامه اطلاعات قبل از انقلاب که از برجستگان رسانه در روزگار ما بودند، همه از نسل آسید حسین خیابانی هم. از اون شاخه سوم آسید جوادیان در واقع. و همه اینها در اون مجموعه دفنن. جا داره یاد بکنیم اینجا از پدر بزرگوار آستانی آقا عمو جان که از علمای خیلی ناب قزوین بودن، مرحوم حاج آقا عماد آسید جوادی که شاید آخرین مشعل فروزان علمی روحانیت آسید جوادی ایشون در زمان خودشون بودن، و مرحوم سید حسن دبیر آسید جوادی، بنیانگذار کتابخانه عمومی قزوین که با اعتبار ایشون، با همت ایشون، کتابخانه عمومی قزوین راه اندازی شد به عنوان یک نهاد غیر دولتی. خودشون نویسنده بودن، روزنامه‌نگار بودن و به لحاظ فرهنگی بسیار تأثیرگذاره مرحوم دبیر آسید جوادی و بخشی از تعمیرات این حسینیه و دیوانخانه رو هم دختر مرحوم حسن دبیر متقبل شدن. در این کتیبه هم اسمشون آمده. اما چرا به اینجا میگفتن دیوانخانه؟ من اینو بگم و آقای سلیمانی با ساطور دستور قطع دادن. ببینید ما تو دوره صفوی یک دیوانخانه سلطنتی داشتیم که امور دفتر و دستک و دیوان و امور مالی حکومت رو انجام میداده. یک دیوانخانه شرعی هم داشتیم که کارهای قضاوت و دادگستری رو انجام میدادن. در قصه انتقال پایتخت ما یک دیوانخانه قدیم داریم و یک دیوانخانه جدید. دیوانخانه جدید همین است که در دولتخانه استقرار داشتیم. دیوانخانه قدیم محل دقیقش برای ما مشخص نیست و این نشون میده که تشکیلات حکومتی قبل از انتقال رسمی پایتخت به قزوین در قزوین استقرار داشته و اون بخش محاکم شرعی و رسیدگی به اختلافات بین مردم رو دیوانخانه های شرعی متصدی بودن و برای این کار خب گفتن حاکم شهر
و حاکم شهر باید باسوادترین فرد اون شهر به شمار می اومده. از اونجایی که خاندان آسیج جوادی دارای این جایگاه بودن و اونها رو اعلم به حساب می آوردن، رسیدگی به امور حل اختلافات حالا ملکی و هر اختلافی که وجود داشته بین مردم رو اینها انجام میدادن در محل دیوانخانه و این استمرار داشته تا زمان تشکیل عدلیه که به اصطلاح دیگه این جایگاه از روحانیت گرفته میشه و به تشکیلات عدلیه انتقال پیدا میکنه. این نکته رو عرض بکنم، مرحوم آسید حسین مجتهد خیابانی شاگرد آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رهبر معنوی جنبش مشروطه است و خودش از روحانیون مشروطه‌خواه برجسته قزوینه که تو اون اتفاقات استبداد صغیر در حق ایشون خیلی جفا میشه. حالا در این حد من بسنده میکنم، به جزئیاتش نمیپردازم چون ممکنه حالا اسامی مجبور بشیم از اسامی برخی از خاندانهای دیگر رو بیاریم و افراد دیگر رو بیاریم و این افراد ارواحشون روانشون راضی نباشه از این مسئله. ولی میخوام اینو عرض بکنم که این سلسله چقدر اهمیت داشته. یکی از برجستگان دیگر این خاندان که در دیوان عالی کشور هم در سالهای قبل از انقلاب هم در پس از انقلاب از قضات برجسته دیوان عالی کشور بودن، مرحوم شمسی‌آقای آسیج جوادی بودن که همین 2-3 سال پیش به رحمت خدا رفتن. ایشون هم از چهره‌های خیلی برجسته و صاحب نامی است که الان فقط شما دارید نگاه می‌کنید می‌بینید که در چه حوزه‌هایی این خاندان تو همین 40-50 سال اخیر نماینده داشتن و این نشون میده که چقدر اصالت‌ها و ریشه‌های خاندانی مهمه. امیدواریم که این روند بدی که عده‌ای دارن با گسست فرهنگی، با گسست هویتی برای جامعه ما رقم میزنن متوقف بشه. شهر ما بتونه اون نشانه‌های هویتیش رو که یکیش هم بافت تاریخی هست حفظ بکنه. این بناهای سیمانی بی هویت، بی روح، غریبه با روح و روان مردم اینطور سر در نیاره، بناهای تاریخی ما تخریب نشن، ثابات‌های باقی مانده ما بمونند به یادگار از گذشته و قزوین روزگار خوشش رو از سر بگیره. مثلا ایشون به جرات میتونم بگم تا 10 ساعت راجع به این خاندان میتونستن نکات تحقیقی و پژوهشی خودشون رو که مطالعات عمیقی